روش دوم چیه برای دست آوردن پول؟ انجام دادن شغل شوتی که حالا بهتون میگم چرا. اگه توی این شغل ممبرشیپ داشته باشید بهتره، به دلیل اینکه وقتی این ممبرشیپ داشته باشید ممکن بیشتری بهتون میده برای شوتی و اگر سعی کنید تایم های دیر وقت یا حالا صبح زود بیاید شوتی برید، پلیس کمتره و میتونید پول خوبی به دست بیارید. حالا من میرم مکانش رو بهتون نشون میدم. من شوتی رو نمیرم چون دیگه بیشترتون بلدید، حالا بهتون نشون میدم ولی چه شکلیه. وقتی میاد شوتی بهتر اینجا بزنید میوت که آهنگ پخش نشه. ماشین هم پیج پاس محموله پول بزنید و الان من 20 تا پول داشتم، الان شده 19 تا. کلن پشت سر هم میتونید به شوتی اگر ممبرشیپ داشته باشید 20 تا میتونید شوتی برید، 50 کی ازتون کم میکنه و 400 کی بهتون میده اگه تحویل بدید کامل برید. کلا میشه 350 کی و 350 کی و اگر ضبط داره 20 کنیم اگه اشتباه نکنم 7 میل پول میده که خیلیه و طول میکشه دیگه، ولی راه درآمد خیلی خوبیه. حالا وقتی شوتی اومدید انتخاب کردید F11 بزنید داخل شهرلی که بهتون نشونم کجا میشه، مکانایی میندازه که باید برید اونجا با ماشین و کلا فکر کنم 10-11 تاه. وقتی تموم کنید دوره از تموم شوتی اسم میشی و پول بهتون میده. تازه بیشتر پول میده چون اولین بار 50 که کم میکنه 400 که میده، بارای دیگه که میرید 50 که از سودتون کم میشه. خب اینم مکانشه، مکان اولی مکانشه که برید میتونید انجامش بدید. وسط شیری رفتن مارکت ریپل خریدن که تو ویدیو قبلی تو ببینید که چه روشی بود و بعد چه کار میکنیم و چه کار کنیم که ریپل بسازیم و اینا. بشکاف برو جلو، این زندگی بهت میگه بدو بدو، تو پاهات از خستگی زغزغ کنن و به دیوار مرگ سک سک کنن و یکی نیست بگه چته، یکی نیست که امیدی به دل تو بده، میمونی تک و تنها با یه دنیا گله، یه روح تو زندون با بدنی که بله، تو دل دنیا که بهش داری میگی بیره، از اول داری میگی سیره. میتونید اگه عضو فامیلی هم هستید معموله کارتیش و ترکیبی رو بدید. تفاوتش اینه که کارتیش میده مکانش بیشتره، مکان 20 تاه اگر بیاد نکرده باشن و ترکیبی هم بیشتره مکانش. اوه